بیت کوین در زمان بسیار حساسش قرار گرفته و هفته دیگه براش واقعا حیاتیه. بریم روی چارت تحلیلش رو واسه دقیق بهت بگم. عزیزان دقت کنید، تو تایم دیلی بیت کوین میخوام واسهتون تحلیل بذارم. واسه عزیزانی که درخواست داشتن ما تایم بلند مدت واسه هولدرها، واسه سرمایه گذار تو بحث ارز دیجیتال تحلیل داشته باشم. تایم دیلی و ماهانه و ویکلی رو من چک کردم عزیزان. تایم ماهانه و ویکلی خبری از نزول نشون نمیده، مخصوصا ماهانه. حالا تو روزانه فقط یه اتفاقی افتاده، این کف روزانه، این کف 80443 این اصلا کف درستی نیست و این باید زده باشه، یعنی تا اینو نزنه نمیتونیم ما صعود داشته باشیم. پس قیمت که الان 87401 اینجا باید از همینجا بیاد نزول بکنه تا 80387، این کف رو بزنه. این عدد خیلی مهمه، میتونه از 80387 صعودش رو شروع بکنه. اگر هم یک حالا سناریو دیگه هست بیاد تا 103397 بیاد بالا، بعد از اینجا باز بریزه، یعنی تا این کف زده نشه ما هر چقدر بره بالا باید بیاد پایین. ولی این سناریو خیلی ضعیفه، چون اینجا اصلا ما قدرتی نمیبینیم که بخواد خودشو به این عدد برسونه. پس نزول تا 80387 بعد صعود داشته باشه. این 132220 خیلی مهمه، چون ما سقفی که در بیت کوین درست کرده بود درست روند میداد، ولی سقفی نیست که حالا نزنه. پس میتونه الان یعنی تو این هفته آینده، چون ماهانه ما این 74914 تو کندل هفته دیگه ماهانه بسته میشه. اگر اومد اینو بزنه، یعنی تو هفته دیگه این عدد ما اگر دیدیم و پایینتر اومد، پس ادامه دار نزول. خب شما اینجا خیلی دقت کنید که آیا بخرید یا نخرید. اینجا شاید یه پله بخریم ولی کامل نخریم بیت کوین اینجا، چون احتمال داره اگر این عدد 74914 رو ببینه و شکست انجام بشه ما هنوز نزول داریم. اگر تا هفته دیگه به این عدد نرسید با خیال راحت بخریم واسه 132220. مخلصیم.